سلام، من غلامرضا قیانوری هستم. همونطور که میدونید جمهوری اسلامی این هفته رو هفته کارگر اعلام کرده. من هم به عنوان کارگر واحد مرکزی خبر وقتی این موضوع رو شنیدم یاد حرف تاریخی امام راحل افتادم که گفت لکن خدا هم کارگر بود، لکن مورچه هم کارگر بود، پس لکن همه کارگرن. برای پر بردن به عمق این جمله خیلی تاریخی سعی کردم یک مصاحبه ویژه برای شما ترتیب بدم. لطفاً این مصاحبه ویژه رو نگاه کنید. خب میشه شما خودتون رو معرفی کنید؟ بله، من همون مورچه بسیجی هستم که امام گفت کارگره. واقعا چه جالب، من تا حالا با مورچه ها مصاحبه نکرده بودم. والا من وقتی این جمله امام رو شنیدم به همراه بقیه مورچه ها ملکه مورچه ها رو که از عوامل استکباری بود به سزای اعمال خودش رسوندم و بعد حمله کردیم به سفارت زنبورا و موریانه ها و پشه ها و اینا رو همه رو گرفتیم. بعدم به مورچه سامورایی بزرگ یعنی همون امام اقتدا کردیم. خیلی متشکرم. میخواستم بپرسم منظور امام از این که گفتن مورچه هم کارگر هست چی بودی؟ الان یه سری حرفایی بود شده که میگن حقوق و مزایا و بیمه و خونه و امنیت مشاغل و این حرفا. آقا منظور امام از این که اسم ما مورچه ها رو بردن این بود که از ما مورچه ها یاد بگیرید، لورمون رو خودمون درست میکنیم، حقوق هم که نمیگیریم، غذامون هم که همین خورده نون و لنگ سوسک و این چیزاست، روزی 1000 بارم میریم زیر پای آدما. امنیت کدومه قربون شکلتون برم. امام میخواستم بگن که کارگرا باید اینجوری باشن. خیلی متشکرم از اینکه پاسخ سوالات مورد بینندگان عزیز توجه کنید. من در حال گشت و گذار در یکی از کارخونه ها بودم که با چهره آشنایی مواجه شدم. آقای کواکبی از نمایندگان مجلس اینجا در حال کارگری هستن. من خودم خیلی تعجب کردم. آقای کواکبی شما کجا؟ اینجا کجا؟ با سلام به امام راحل و عرض ارادت به پیشگاه مقام عظمای ولایت ارواح و نافدا. والا من شغل اصلیم همین کارگریه که شما مشاهده میکنید، وگرنه نمایندگی مجلس که شغل دوم هم هستش. میبینم که سخت مشغول کار هستید. شما نماینده مجلسید، چرا اومدید کارگری؟ حالا همونطور که در جریان هستید نمایندگان مجلس حقوقشون خیلی کمه. برای همین من که دیدم کارگرها خلاصه بعضیشون خوبه میتونن پول در بیارن، تصمیم گرفتم که بیام اینجا کارگری بدم. خیلی متشکرم، موفق باشید. تمومه با این پشت ما رو کشت بابا. آقای لاریجانی به نظر من این قانون مزاجی کارگری رو جمع کنیم، ما مسائل مهمتر داریم بهش برسیم. به نظر من بین نماینده‌های مجلس پماد ضد پشه تقسیم بشه که آخر هفته وقتی از ویلای شمالشون برمیگردن اینجوری مثل من مشکل نداشته باشن. من فکتو میارم پایین، آره اخراجت میکنم. نه حقوق نه مزایا، هیچ خبری نیست. نه نمیدم، بیا پایین این صحبت. آره خواهش میکنم این حقوق ما رو قطع نکنین. خواهش میکنم این آب باریکه ما رو حتما نگیرین. من خواهش میکنم از شما، دست به دامنتون میشم. بره ببینیم بابا اخراج، برو بیرون، نمیخواد اصلا کار کنی. وای اینجوری نگاه کن. آقای این تو رو خدا دعوا نکنین. هفته کارگره. آقای کارگر میشه بگین چه اتفاقی افتاده؟ با من کارگر نیستم که، این کارگره، من کارفرما. واقعا بینندگان عزیز میبینید به برکت جمهوری اسلامی وضعیت کارگرها به جایی رسیده که کارفرماشو میخواد تظاهرات کنه. برادر کارگر مشکل شما با کارفرماتون چیه؟ والا من عرض کنم به بیننده‌هام، عرض کنم آقای قیانوری شما رو الان اومدم بینندگان عرض کنم. والا به ما 2 ماشین داده، بعد بهش میگم راننده اختصاصی، جواب درست درمون نمیده. برامون ویلا گرفته تو شمال، بهش میگم مستخدم برای این ویلامون داشته باشیم، جواب درست درمون به ما نمیده. بلیط برام گرفته برای نمیدونم چه میگم نیوزلند، من بهش گفتم ما زلاند نو میخوام، اصلا به این خواسته اصلا توجه نمیکنن. من نمیفهمم این کارفرماها و این دولت چرا به خواسته های ما توجه نمیکنن. خب ما هم احتیاج داریم که ما هم توجه کنن دیگه. آقای کارفرما شما از این کارگرها چی میخواید؟ آقا این کارگرها حقوق ما رو نمیدن، میخوان منو اخراج کنن. اصلا بیمه هم نیستم من. همونطور که شما الان دیدید می‌خواست بک منو بیاره پایین. من اصلا امنیت ندارم، امنیت مشاغل ندارم. من خواهش میکنم آقای کارگر، خواهش میکنم منو اخراج نکن، منو به عنوان کارفرما اخراج نکن، خواهش میکنم. همینه که از تو الانش هم دادم، زیادی دادم عزیز من. نمیخوام، برو بیرون آقا جون، نمیخوام آقا قرم شکلت دارم، نه مزایا نه حقوقی چی بده بدم، کارفرمایی واسه. آقا سلام، میشه خودتون رو معرفی کنید؟ Yes, I'm John Malkovich. I'm worker. یعنی من ورکر هستم از کشورهای اروپایی آمدم ایران که اونجا میخوام اینجا میخوام کارگری کنم.
هر کاری هم بشه میکنم. اوه چه جالب. چرا تو کشور خودتون کار نمیکنی؟ آره والا توی کشور من علاوه بر اینکه کارگری هیچ مزایایی نداره تازه جرم هم هست. شنیدم اینجا مقام عظما خیلی به کارگرها توجه میکنن. من میخواست بره بیت ولایت کارگری کنم آینده my children is تامین بشه. خب حالا فکر میکنی چه کاری میتونی برای کارگرای محروم اروپا و آمریکا بکنی؟ والا الان کارهای زیادی میتونم بکنم. یه قدم با حقوق و مزایایی که اینجا قراره بهم بدن میتونم شکم همه کارگرای اروپا و آمریکا رو سیر بکنم و thank you بعد از اینکه وضعیت کارگرا رو در نظام جمهوری اسلامی دیدم تصمیم گرفتم که برم کارگر بشم، چون این خبرنگاری که شغل نون و آب داری واسه ما نیست. کارگر واحد مرکزی خبر قلوب قیانوری کارگر.